چیکار میکنی میمتی؟ با این هیچ کاری کرده نمیشود اکا. آنها با مرگ سزاوار بودند. من با آنها صدها بار گفتم و خودت نیز اکا. آنها اگر هنوز هم خطر بی اساس دچار شدن را ادامه دهند و تو را پرتافته مجبور سازند که با دشمنان مبارزه بری و بر زمین سببگار تهدید گردند، پس آنها کی هاست که سزاواری مرگند؟ این چیست آخر؟ آنها اگر نمی بودند این کار را ما میکردیم اکا، وگرنه از این هم بدتر میشد. من چیزی به علاوه کردن ندارم، تو حق هستی. اما آنها هر کسی هم نباشن، آدمانی مایند. من ساموئل را بر اوباه سپاریده نمیتوانم. اکا، ساموئل و نونو مرده است. با شما رولتکه روسی بازی میکنیم. کسی که خوش اقبال از زنده میماند. از کی سر میکنیم؟ جناب نظامی این حادثه چطور بود؟ خواهش میکنیم همگی با یک سوال ما جواب بدید. مرحوم ساموئل پیش از مرگش با ادوکات نظامی‌الدین گوونچ واخورده است. ادوکات نظامی‌الدین گوونچ هیچ گونه اظهاراتی نکرده است. شخصانی وکالتدار گفتند که در زیر ماشین بمب بوده است. من باید با نظامی‌الدین واخورم. حاضر کمی خطرناک است. فهمو اکا. شما را در اداره انتظارم. تا بازدید. بیرون را دیدم، عبدالخی نیست. با امکانات اولین چهرم را دیگر میکنم. با تو هم مصلحت میدیم که تغییر بده میمتی. گوش میکنم. چه حال داری؟ خوبم. یکون حادثه روی داد. نه، من تنها تشویش کشیدم و خلاص. تو تنهایی؟ نه، پدر و مادرم در اینجایند. خب یکون حادثه روی داد پولاد؟ نه، هیچ حادثه روی نداده است. اصلا روی داد. حاضر کمی خطرناک است. از این خانه نبرا. تو با من نمیگویی؟ بعد میگویم الیف. به همه سلام رسان.
خب چه شد؟ نمیدونم. جنابی ما چون همیشه هیچ چیز نقل نمی کند. самуэл ва нуну ки дар натиҷаи таркиш ҳалок шуд ӯро куштанд? сад афсӯс. яке аз намояндагони муҳимтарини ҷомеаи яҳудиён буд. яке аз чеҳраҳои машҳур дар бахши молия самуэл ва нуну сарвари хазинаҳои зиёде буд. ӯро кӣ кушта бошад? кадом гурӯҳи одамкушӣ мекунад? чанд нафарро ба ҳабс мегиранд ва парванда баста мешавад. баъд мо муддати тӯлонӣ дар мавриди он фикр хоҳем кард ки ин шахсро кӣ куштааст. не якай ҳикмат. ин навбат онҳо маълум мекунанд. одамони пулот яке аз паси дигар мераванд. лаззияро ба ҳабс андохтанд. самуэл ва нунуро куштанд. ӯ дӯсти пулот буд. дӯсти наздик набуд, модар назифа. ин аниқтараш ҳамкорӣ буд. дар чунин корҳо ҳеҷ гуна дӯстӣ нест. худованд бигзор ба ҳар кас зиндагӣ ва марги хуб ҳадя кунад. омин. бахтат баландӣ кард. این کار را که کرده است؟ حتی زنگ هم با تلفنی صفیه نمی رود. نمیفهمم که چی روی داده ایستاده است. از پولاد نیز بنده است. احتمال از باعث سموئیل است. دلم میکفت قلیچ دخترم کجاست؟ تسلیت مرا قبول کنید. شما نیز تسلیت مرا قبول کنید. گذارید. این چه خیل به عمل آمد؟ او نزد من آمد. ما کمی صحبت کردیم و او بعد رفت. سموئیل غم امنیتش را میخورد. بمب را یقیناً در راه با یاری دیگر ماشین گذاشتند. کی چنین تکنولوژی داشته میتواند؟ شما آخر سموئیل را نکشته اید؟ تو به خدا باور داری؟ نه، با الله باور دارم. میبینیم خداوند در این مورد چی میگوید. خدا میگوید که بار دیگر آزمودن لازم است. خدا میگوید که سموئیل و نونو کشته شده است. گپ مرا نبر.
بخت باقی مانده ها بلندی کرد. در جای شما من نیز مردن میخواستم. اینها را رها بکن. با پولاد علمدار برای ساموئل تشکر بگوی. اول محمد قرخالی میمیرد، بعدا ساموئل و نونو. نه دوستانم، نه. آنها میگوشند که وطنمون را برای نو برارند. در مورد کدام راهی نو میگویی اکا حکمت؟ در لونت بینای بانک رو ترکوندند، در گالاتاسرای سفارت انگلیه رو و بعداً سینگوگ رو. و چیست نتیجه؟ در ترکیه چی تغییر افته است؟ از اینکه آن زمان چیز تغییر نیافته بود، پس حاضر تغییر مییابد. دخترم، تو باشی میگویی که در خانه دلگیر میشوی، تلویزیون رو درگیران و از یقی خلاص میشوی. هر روز یگان حادثه ای نو. تو حق هستی مادر، هر روز یک حادثه نو. من باشم در اینجا می‌نشینم و رویدادها رو تماشا میکنم. تشکر به پولاد. در خانه تجهیزات رو نصب کرده است تا که من آنچه را که در ترکیه روی میدهد نظارت کنم. دخترم، تو پیش هرگز شکایت نمیکردی. چی گپ شد؟ چی هم میشد مادر نظیفه؟ ثروتمند شد. با تو چی روی داده ایستاده است؟ آدمان در کوچه ها مرده ایستادند. شما باشید همدیگر را در اینجا میکشید. شما را هیچ فهمیدن نمیتوانم. برای فهمیدن ارزش‌های عائله باید با کسی یگان حادثه روی دهد مگر؟ نه پدر عمر، اصلا آن چیزهایی که با ما روی دادن کفایند. چه حادثه هایی هم روی ندادند؟ مرده ها، زخمی شده ها، هنوز نمرده ها، بیدرک شده ها، ربوده شده ها، صاحب کسبان و آنهایی که کسبی ندارند، غرق شدگان، رها یافتگان. صاحب خانه زنها، مخصوصا مادر من و مادر نظیفه، آنها نمیفهمند که چرا من در این خانه می نشینم و شکایت میکنم. و باز ایرین، این در اصل حقیقت است، زیرا اینجا یک مکانی جالبی است. بر زمین این خاطره های در پس گذاشته نیز موجودند. آیا میخواهید که این خاطرات را با من ببینید؟ تنها یک بار، یک مرتبه در زندگی. میخواهید که با آن روبرو شوید که آن برای من حقیقت و برای شما دروغ است، ها؟ این زمان به شما جواب دادن نمیتوانم. لطفاً پیامتون رو گذارید. ایلیف، حیاتی من خودی حاضر آمدم. الکی دیر شد، نیمی شب است. من سخت خسته شدم. چشمانم را خواب میبرد. لیکن پیش از خواب این سخنان را به تو گفتن میخواستم. من تو را دوست میدارم. آخرین چیزی که پیش از خواب در خاطر خواهم داشت این تو هستی. من تو را خیلی سخت دوست میدارم. ایلیف، من تو را خیلی سخت دوست میدارم. پسرم، زاد روزت مبارک. عزیزم، تو تحفه مرا گرفتی؟ من اگر در پهلویت بودم میتوانستم. ایلیف، من تو را خیلی سخت دوست میدارم. و تو عاشق شدم. آمادم که برای تو بمیرم. نه، من برای تو خواهم زیست. ایلیف. بله، برای آنچه که داریم شکر نباید کرد. من ساموئل رو نکشتم. چخیر چون این فکر کرده توانستی؟ من فکر نکردم. دشوار بود. این خیلی بد است. مرگ ساموئل همه را چپه و راسته می کند. ما قاتل او را پیدا می کنیم. این شاید روباه باشد. نه،
او آدمان مرا دزدید و خواست که من سموئیل را بکشم. من او را رد کردم. سموئیل شخص نهایت مهم بود. مرگ او هم در بیرون و هم در درون واکنش ها را به عمل می آورد. مناسبت ها خراب می شوند. هم دولت در حالت مشکل قرار خواهد گرفت و ما نیز. میدانم. ما این را باید حل و فصل کنیم. برای این تنها یک راه است. کدام؟ این راهی خطرناک است، اما من فکر می کنم که آن یگانه است. عمل تحت عنوان ملت تازه آغاز گردید و سرور این عمل شدن لازم است. ما اگر این را شروع کنیم، آنگاه مرزها را پیشکی معین کرده می توانیم. خودمان گناهکاران و بیگناه ها را اعلان کرده می توانیم. به فکر تو آن نیرویی که سموئیل را کشت به این راه می دهد؟ چی گفتی نظامیدین؟ آنها هر کسی هم نباشند، تنها در قسم اول غالب آمدند. نه یک، بلکه دو. محمد قرخان لیکم، سموئیل و نونو دویم. چون این شخصیت ها را در پیش چشمان همه کشتن بازی کودکانه نیست. آنها اگر نیرو داشته باشند و آنها میخواهند که ترک را به قهر کشیده برند، ما نیز قوه داریم. ما میکوشیم که عکس این را اثبات کنیم. به فکر تو از کجا باید شروع کرد؟ لزیا باید وزارت را ترک کند و مبارزه ضد مافیا را شروع کردن لازم است. تو ضد من می جنگی؟ من همراه تو خواهم جنگید. سموئیل چرا پیشت آمده بود؟ او پیش از مرگش با تو در چی باره صحبت کرد؟ او درباره تو بعضی چیزها گفت. خیر چی؟ در مورد آن که گمراه شده بود، درباره آن که خطا کرد وقتی که در آغاز ضد تو بود، در مورد آن که انتخاب ما چی اندازه درست بود. احتمال عمل روس ها به وی تأثیر رسانده باشد. در مورد مرگ سموئیل یگان خبری هست اسد؟ نیست جناب. تفتیشات ادامه دارد. در مورد آن بمبایی که به ماشین او گذاشته بودند یگان معلومات هست؟ جناب، بمب را در زیر ماشینش گذاشتند. احتمال زیاد وجود دارد که این را در راه کردند، چون این سوی قصد از طرف اسرائیل بر ضد رهبر فلسطین صادر کرده شده بود. این آدم را موساد محافظت میکند. آنها چطور به او بمب گذاشته توانستند؟ تفتیشات را ادامه دهید. خوب جناب. بغیر از این برای تحقیق حادثه از انقره گروهی مخصوص می آید. تنها برای این اسد؟ تنها برای این جناب، تا جایی که من می دانم. مرگ سموئیل یک حادثه کلان است. از پس این حتما نظارت خواهند کرد. دولت وظیفه دار است که قوهش را تا به یک لحظه معین نشان دهد. بیا کوشش کنیم تا بفهمیم که آیا آنها یگان عملیات را در نقشه دارند؟ ادف شو. به این تلفن ها چی درد رسیده باشد؟ من در اینجا تنها نخواهم نشست کلیچ. بیا به پیش پولاد رویم. اگر خواهی خودم تنها میروم. نه، من هم میروم. رفتیم.
اکا عملیات را از انقره آغاز کردم. همه را به حبس گرفتن میخواهند. کی توگمه را پخش کرده است؟ جناب داغو، او شخصا به انقره میرود تا اینکه در آن اشتراک کند. ما در آن روی خط هستیم. او گفت که بعضی ها از اینجا باید یک مدت غیب زنند. میمتی به خلا، تونجای و ایپلیکچی بیرسان بگذار غیب زنند. قلیچی؟ قلیچ رفتن نمیتواند. چه شد ارهان؟ اکای میرزا زنگ زد. روبا او را رها کرده است. او میرزاد و ترمز رو رها کرده است. دیگران چی؟ کشته شده اند اکا. آنها را شخصا خودش پرونده است. میرزاد و ترمز در کجایند؟ آنها گفتند که با چشمان شما نگریستن نمیتوانند و تلفن هایشان را خاموش کردند. اکای پولاد این از باعث من به عمل آمد. آنها از باعث من مردند. بس کن ارهان. پلید، رزیل حرامزاده. گفته بود 24 ساعت میدهد. دوستان شما آماده اید؟ آماده ایم. می توانیم که شروع کنیم جناب. امروز برای ترکیه روزی خیلی بد است. باز یک فرزند در اینجا به وای رسیده قربان تروریسم گردید. ساموئل ونونو حیاتش را بهر رشد و پیشرفت نیروی جمع شونده برای غنیگردی مملکت بخشید. او صاحب کاری بود که کوشش میکرد تا آن چیزی که از او گرفته است به اندازه بیشتر برگرداند. بمبئی که در زیر ماشین ساموئل ونونو گذاشتند، این جنایت است که نه تنها بر ضد یک نفر، گروه آدمان و یا جامعه صادر کرده شده است. این بمب را در مرکز کشور گذاشته و ترکانیدند و این اساس بر آن گردید که ترکیه یگانه مرکز در شرق میانه، بالکان و کافکاز گردد. ما 25 سال شناس بودیم. من نه تنها ادوکات او بودم. برای همین درد از دست دادن دوست بی‌مثل را از سر می‌گذرانم. تروریسم تنها یک هدف دارد: آدمان را به واهمه، ترس و هراس و ناامیدی آوردن. تروریسم آزادانه، به هیچ گونه تحقیق، به کسی رحم نکرده، پیش از آن که به یگان خانه وارد گردد در کوچه هایمان سیرگشت می‌کند. امروز در استانبول تروریسم به ما ضرر رسانید، لیکن ما به مثل نورهای درخشانی که این مملکت را منور می‌سازیم و به آن باور می‌کنیم نمی‌گذاریم که تروریسم به هدف‌هایش برسد. مافیا چی صفت‌های را داران نباشد و چی کار را نیز انجام ندهد برای تروریسم زمینه مهیا می‌کند. در آن جایی که راهزنی رواج می‌یابد، هر یک فکر افلاس راه پیشرفت خود را پیدا می‌کند. امروز مافیا برای جامعه ترکیه دشمن بزرگترین محسوب می‌گردد و من نظام‌الدین گوونچ اولین مراتبه تجربه 25 ساله حقوق شناسی خودم را با قاعده نخستین آن در مورد آن یک سو می‌پرتایم که حقوق به محافظت مقدس محسوب می‌گردد و از همین روز سر کرده وعده می‌دهم که از این بعد نمایندگان مافیا، سروران گروه‌ها و دیگر جنایتکارانی به آنها علاقه‌مند داشته و تمام آنها را که به مالکیت حیات آدمانی که این مملکت به کمال رسانده است سوی قصد انجام دادند حمایت نخواهم کرد و آن چیزی آغاز می‌گردد که من وظیفه ادوکاتی را در رابطه با آن ترک می‌کنم.
که شخص به همه با لقب لز یا مشهور صاحب کشتی ضیاء المز گناه های ضد او آورده شده را رد نکرد. من در این راه شخصی خوردم. من به این راه حقوقی برآمدم تا اینکه ترکیه را به آینده روشن، پاک و درخشان راهنمایی کنم. کوشیدم که برای وطنمان اقدامات بزرگی را انجام بدهم تا مافیا و تروریسم را از بین ببرم. من به صفیه زنگ نزدم. تو گفتی که با او یک به یک صحبت کردن میخواهی. نه، من به تو زنگ زدم، تلفنت دایم بند بود. نه، من با هیچ کسی گپ نزدم، مخصوصا دایم. دخترم کجاست؟ صفیه رو که دزدیده است پولاد. بانو نرگس، بانو نرگس. لطفاً بعدی صدا پیامتون رو گذارید. الیف، این علی است. من در استانبولم. الیف، من باید تو را بینم. من باید با تو صحبت کنم. این خیلی مهم است. همین که شنیدی میتوانی بیایی، لیکن خودت تنها بیا. مادر جان، ما پوست رو میبینیم. بله دخترم، برای همین با اونجا میرویم. بابایم چی؟ بابایت یک مدت در محبس میماند. اکای پولوچی خیلی اجازت داد که ما پوست رو بینیم. اون میخواهد که ما اکنون چون یک عائله زندگی کنیم. در سوئیسیا؟ در سوئیسیا. اکا آخرین زنگ به صفیه از ساموئل از رقم سینگاپوری بوده است. رقم با کی تعلق دارد میمتی؟ با کسی تعلق ندارد اکا. تنها برای دیروز خریدند و امروز آن الکی از کسی نیست. رقم را کی گرفته است و کی سپاریده است؟ کدام شرکت نامعلوم. با اونها زنگ زده نمیتوانم. آنها با یاری تلفن ماشین را بستند. از طریق جزء برقی اشاره فرستادند. این کار را چه خیل کرده توانستند اکا؟ ماشین هایی که وظیفه اداره کنی الکترونی دارند، نظامی زیدی ربوده شدن با مشخصات معین موجود است. آنها همین را استفاده بردند. به بچه ها بگوی که تلفن هایشان را عوض کنند. بگذار رقم و تلفن های نو گیرند. فهمو اکا. او در این ساعت با کی گپ میزده باشد؟
аз бачаҳо низ банд аст ака. زودتر به خانه بیرم میمتی. الیف نباید از خانه بیرون برای. فهمو اکا. همین که رسیدی فوراً به من خبر ده. خدایا تنها تلفن خانگی رقمی نباشد. آنها ما را زنده گورانیدن میخواهند. من حالا در خانه نیستم. لطفاً بعدی صدا پیامتون رو گذارید. الیف این علی است. من در استانبولم. الیف من باید تو را ببینم. من باید با تو صحبت کنم. این خیلی مهم است. همین که شنیدی میتوانی بیایی، لیکن خودت تنها بیا. الیف این علی است. من در استانبولم. الیف من باید تو را ببینم. من باید با تو صحبت کنم. این خیلی مهم است. همین که شنیدی میتوانی بیایی، لیکن خودت تنها بیا. الیف تو در خانه ای؟ الیف اگر مرا میشنوی با زنگ جواب بده. الیف فکری از خانه برآمدن را نکن. میمتی به نظرت میآید. فکری از خانه برآمدن را نکن و به زنگ‌های ناشناس جواب نده. الیف التماس همین که پیام را شنیدی فوراً به من زنگ بزن. صفیه جناب این سنه نخستین پیامکی از فوکس وارد شده است. سنه‌ای که روباه پیدا شد. جناب ما سراغه را پیدا کردیم. میرویم. الیف در خانه است. کمی پیش رفت اکا. با کجا رفت؟ اکا نمیدونم ولی گفت که شما همراهی من نباید. من باید خودم تنها روم. شما چخیل به این راه داده؟ چخیل شما را در اینجا برای زیبایی گذاشتند. او به کدام طرف رفت؟ همه‌تون باید تلفن ها و رقم هایتان را عوض کنید. فهمو؟ علی حتی نمیدونم که چی کار خواهم کرد وقتی که تو رو میبینم.
این الکه مراتبه چندم است نه؟ چرا اسرائیل همیشه ضرر میبیند؟ باز دروغ هم پیش میکنن. بیا پسرم، ما با بادرون با استراحت پرواز نمیکنیم. زودتر. با چند باری دیگر تکرار کنم. زیرا من خیلی انتظار شدم. سموئل ابله نبود، لیکن میتوانست که ماشین رو تفتیش کند. اکا ما خبر خوش داریم. خدا را شکر عابدین. من الکه خبرهای خوش رو پزمان شدم. اکا من با رفیقانم از ریاست صحبت داشتم. آنها همه رو تشکیل میکنن. خدا نکند البته، لیکن اگر ما در مبز نشینیم راحتمون رو تامین میسازن. خبری خوشت همین است عابدین؟ نه تنها این، در تمام محبز آزادانه حرکت کرده میتوانی. از اتاق سردار محبز در تمام راهرو، از اجراها تا به تجنب، در همه جا تو را محافظت خواهند کرد. گپ‌های ابلهانه نگوی عابدین. قسم میخورم که من هیچ کاری نکردم. وقتی گفتم که تو را خبر خواهم گرفت، همه فوراً چاره‌های ضروری دیدن. شرف هرگز نمیمیرد که شما را در همه جا احترام میکننده. عابدین، همین که این مشکلی رو حل و فصل کردیم، راه من و تو جدا میشوند. کفایه است آخر برادر، این اکنون از حد زیاد است. اکا باور ندارم که ما را دستگیر میکنم. من در همه جا چاره میبینم. تو با دوستانت صحبت کردی عابدین؟ یگان عملیاتی در نقشه هست؟ گپ زدم اکا. تمام راههای ترکیه پیش ما بازند. انا میبینی که حالتمون در بلنکوی ریزا چخیل خوش خواهد گذشت. تو دیگر با استانبول برگشتن نمیخوایی. خدایا مرا از فراموش خاطری و دیوانگی محافظت نما. ما آماده ایم جناب خلیل ابراهیم. ما نیز. بیا کمک رسونم. سلیمان، تو اقلا بار رسمی پادشاه را برداشته ای؟ خودم میبرم. خودتم نبرده ای امک؟ یکی چندین سال باز در پشتم چنین شاه را مثل تو میگردانم. سلیمان بزرگ. یعنی شما حاضر مرا به فرودگاه میبرید تا اینکه به مکا کار رسانید، لیکن من به هر حال فهمیده نمیتوانم. تمام راههای فرودگاه بستند. ماشین و هواپیمای ما را کافتکاو نخواهند کرد جناب ابراهیم. تو در حقیقت از مکاکا هستی. کشوری ما را تماما نمیدانی. روز فرا میرسد و تو نیز میتوانی که با هواپیما بارکشانی. روز فرا میرسد و تو را در وطنت گراندن نمیخواهند. رفته در ماشین سوار شوید. لیکن جناب، طوری که به شما گفتم، من می آیم. شما براه برایید. باقی مانده را بگذار خدا. آمک بیا اقلان شاه رو ما بگیریم. شاه به خودم لازم است سلیمان. به تو گفتن میخواستم که خیلی با دقت بودن لازم است.
تو در کجایی میمتی؟ در کجایی الیف؟ اسد، من یقینا بیگاه از انقره بر میگردم. اگر یگان تغییراتی شود به من خبر بدید. خبری که فرمایید جناب. با عبدالحیدر علاقه باش. میبینیم که در انقره چی جریان دارد. زود باشید، آن طرف. زود باشید، زود باشید. تازه جناب. خوب. همه جا تازه است جناب. روبا کجاست؟ ما همه جا را از نظر گذراندیم. او نیز رفته است. چه گپ است؟ بعدام افتاده.
شما همه چیزهای لازمه را گرفتید؟ گرفتیم جناب. گرفتم میگوید انا از باعث شما ما تا صبح در اینجا خواهیم ماند. من از خداوند آخرین خواهش دارم، حاض در کشاده می شود و به اینجا پلیس می درآید، همه امان را به حبس می گیرند و بعد شما در حجره محبس می شوید و می پرسید جناب ندیم 20 میلیون، جناب ندیم 20 لیره، جناب ندیم 2 لیره. انا همین طور از پسم خواهد دوید. یا توبه. جناب ندیم شما با ما به پروکراتور می روید. عزیزم شما تلفن ها رو گوش میکنید و نوبتداری میکنید، دیالوگ ما رو گوش میکنید، این طور آخر لازم نیست. شما چرا با کارهای خداوند دخالت میکنید؟ آخر این گناه هست. عابدین اونها چرا تاب میخورند؟ چون که همین طور لازم است. عابدین تو آخر گفته بودی که این نمیشه. این با ما دخل ندارد. در هر صورت من خواهش کردم و با آنها گفتم که ما با راه دیگر میرویم. ما مردیم عابدین، تو همه رو ویران کردی. واهمه نکنه کرد. اول میفهمیم که رفیقان چی میجویند و چی میخوان. رفیقانت الکی تو رو شونیدن و اکنون ما رو در اینجا نگاه میدارند. جنابتون جای میتواند که از ماشین برآید، ما به پروکراتور می رویم. خودش چی گپ است؟ شما هم با ما می روید. تنها یک راه است، با پروکراتور رفتن. شما حق نگاه داشتن ما را نداره. این ماشین را هم داشته نمیتواند. جناب با ما چنین امر دادند. تمام بیاناتتان را در پروکراتور سپارید. حجت‌هایتان را نشان داده میتوانید. با این ضرورت نیست شما مرا میجوید. من خلیل ابراهیمم. اومدم و تو در اینجا نبودی، کجا رفتی، چرا رفتی، بازو میبینیم چرا رفتی. بهترش نسرایه مگر مرده رو نبرده استاده. خب میلش داملوی محترم، بگو که کدام سرود به تو پسند است، من آن را میسرایم. زنم زنی رحمتیم بعضی چیزها را به من آموزانده است. نکرده گناه در این جهان کیست، بگو وان کس که گناه نکرد چون زیست. بگو من بد کنم و تو بد مکافاتی، پس فرق میانی من و تو چیست. بگو چی گپ است پسرم؟ مشکلات با تجهیزات.
الو پولاد این صفیه است. صفیه این تویی؟ بله این منم. من مشکل دارم پولاد. در کجایی؟ من حاضر در کجا بودنم را به تو گفته نمیتوانم. تا آن که من باور کنم این تویی به سوالم جواب ده. حرف اولی نام برادرت چیست؟ پولاد این منم. من حاضر در این باره گفته نمیتوانم. لطفاً به من کمک رسون. برای من به یدی کلیه بیا، فقط تنها بیا، وگرنه آنها مرا میکشن. میفهمی پولاد؟ این صفیه نیست. اکا با آنها چی لازم است؟ تا این که من تنها به جای روم که آنها گفتند. اکا این دوم است. تو باید به آنجا نروی. من تا به نزد آنها نروم این آتش مرا از هر طرفی احاطه می کند. لیکن اکا ماشین را آماده سازید. هیچ کس نباید از پسم آید. میمتی همین که زنگ زد به من زنگ زنید. اکا تو چرا خودت و ما را بهر دختری محمد قراخانلی قربان میکنی؟ آیا دختری کی بودنی او اهمیت دارد؟ به آنها من لازمم. عبدالحی تو نخواد این را نفهمی. آنها بدون دانستن آن که او خواهر مسرور بودند. خداوندو در اینجا چی گپ شده است؟ چی گپ شده؟ سلام شده است چی؟ الیف بنزین جاری شد. همه بقیب دور شود. همه بقیب دور شود. دور شود.
چیست؟ بازی تمام شد. همه چیز به آخر رسید.